نام پیامبر صلی الله علیه و سلم در کنگره عرش نوشته است. در بین آسمان ها، فرشتگان، ملائکه، نام پیامبر صلی الله علیه و سلم جلا و درخشندگی خاص خود را دارد. ای پیامبر، نام تو را در روی زمین در بیترین کتاب که قرآن هست دوشا دوش نام خود ذکر کردیم، اطیع الله و اطیع الرسول. ای محمد، ما نام تو را بلند کردیم. در 5 وقت اذان در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی، در کشورهای اروپایی، افریقایی، در گوشه گوشه دنیا، هر جایی که 2 تا مسلمان هست مسجد داره و فریاد میزنه اشهد ان محمد رسول الله.